سلام و روز بخیر. غرفه شرکت پلی هستیم. نمایشگاه چاینا پلاست 2024 دارای 4 تا دستگاه خاص هستیم. اکثرا در رابطه با قطعات خودرو، با توجه به اینکه سیستم دنیا داره به سمت خودروهای برقی پیش میره و وزن خودرو اهمیت خاصی پیدا میکنه، اولین دستگاه که جلب توجه میکنه دستگاه های تزریق پودر منیزیم هست که میتونیم نمونه هاشو مشاهده کنیم. قطعات خودرو با وزن سبکتر از آلومینیوم و مقاومت بیشتر. دستگاه های سری S هست، دستگاه سرو موتور و با استاندارد اروپایی و آمریکایی که به این کشورها صادر میشه. دستگاه بعدی دستگاه دو صفحه به اصطلاح سری دیکی هست که اکثرا ترکیب فلز و پلاستیک برای قطعات خودرو و در نهایت دستگاه فول الکتریک هست که دستگاه تمام برقی محسوب میشه و مخاطبای خاص خودش.